تنقبت تک واژه‌ای است، تنها واژه‌ای است که در کل متن زیارت عاشورا نمیدونیم، تا امروز نامشخص مونده که این چیه معناش. در جایی از زیارت عاشورا گفته میشه که لعنت خدا به کسانی که زین کردن اسبشون رو، لگام بستن به اسبشون، زین بستن به اسبشون و تنقبت یعنی نقاب زدن. پاسخ این سوال از نظر بنده کمترین این هست که الجمت اسب را، اسرجت اسب را و تنقبت اسب را، اسب ها را نقاب زدن. اگر فردی خواب یا بیدار، زنده یا مرده روی زمین افتاده باشه، اسب پاش رو روی اون نمیگذاره و رد بشه. اسب اگر چشمش باز باشه خیلی باید تلاش کنی که اون پا رو بذاره روی اون بدن. پس چه باید کرد؟ باید چشمش رو بست. یعنی اینجا نقابی